السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم مخلصان عزیز، من حاجی محترم که اومدم ما با قبرستان شهدای احد. من دوملو مهتر همراهشون کتی ماشاءالله. دوملو محترم شما نازمی؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زیارت چه خیلی براساس؟ ماشاءالله. انشاءالله تسلطای ناز همون پیغمبر علیه السلام جاهای همون جنگی و بودنگی اشتراک کرده، صحابه های جاهاشون دیده چند قلب و بایش شما الو روشا روزی من این کوه که رسول الله گفتن که صلی الله علیه وسلم این کوه ما دوست می‌دارد و ما این کوه دوست می‌داریم. ماشاءالله. من این قبرستان انده 70 نفر شهید شدگی غزوه احد انده مسلمان های گرانیده شدگی. من حجایم چمچخو احسان کسی هم چمچخو گرفته حجایم نه ماشاءالله. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اوجای محترم، من الحمدلله روزه جایی که من آخرین جایی که زیارت میکنم من شما خیلی که گفتم 5 جای زیارتی که هر یک حاجی که اومد مدینه منوره زیارت کند انشاءالله سه میگیرد، ثواب میگیرد. یکم مسجد نبوی، قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم، مسجد یعنی مسجد قبا، قبرستان بقیع. من این پنجمش قبرستان شهدای احد که همیرنده نشون ده دست چپتون ده دست راستتون ده حاجا من بینتون. من همجا قبرستان شهدای احد 70 نفر شهیدایی که در غزوه احد شهید شدن همینجا آورده گورانیدگی. اینجا ده حمزه ابن ابو طالب امک رسول الله صلی الله علیه و سلم، عبدالله ابن جحش، مصعب ابن عمیر یکی از صحابه ها هر سهاشون پیش به گرانده شدگی و قفان ده تمام موندگی شهید شدگی گرانیدگی. رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی گرانسگی نبینید اهل قرآن، کسی که قرآن میخواند قاره های پیشتر یکم های گور کردن. بینید که امروز دنیا دم کسانی که قاره هستند قرآن میخوانند کدام معرکه را درجه بلند دملو بالا گذارید، حرمتش بلند میگون، لیکن آخرت اندر میرید حتی قبر بم پیشتر گرانیدن و روز قیامت اندر خورای قرآن الله درجه اندر میگود درجه هاشون بلند میکند. برای همین حاجای محترم این قبرستانی که من شما برای شهیدای غزوه احد زیارت آمدیم انشاءالله حاضر زیارت دعا کنیم انشاءالله ثواب میگیریم. من شما بیاید رسول الله صلی الله علیه و سلم انشاءالله سبکیم تکرار میکنیم. السلام علیکم یا احدی من المؤمنین والمسلمین و انا ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافیه. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی قبرستان اومدن میدر اومدن السلام علیکم ای اهل دیار، یعنی سلام الله باد برای شما یان ای اهل قبرستانی. الله برای شما در عالم قبر تینجی امانی نصیب گرداند. الله شما از عذاب قبر یعنی سلامتی گفته قبر سلامتی یعنی از عذاب قبر سلامت نگه دارد. اینا ان شاء الله بكم لاحقون. ان شاء الله ما هم یک روز شما که ملاقات میکنیم، یعنی یک روز ما هم وفات میکنیم. از جمله شما مسلمان مردها مسلمان زنها سلام الله برای شما باد. یک روز ما هم وفات میکنیم نزد شما میبیاییم و از الله خالق یکتا پرسان هم شما یا عافیت نصیب گرداند، از آتش جهنم نگه دارد. یعنی این دعا های الله تعالی این اهل قبرستان رحمت و مغفرت گردانی. حاجی محترم اینجا غزوه احد شدگی
غزوه احد شدگی من اینجا ایستاده یک جایی که چه قبرستان شهدای احد میگن، من اینجا قبرستان ان من در حقشون دعا کردیم، همچون زیارت ان قبول شد. و کوهی که پشتتون ایسته کوه رما پستگا گودما هست. من این کوهی که پیشتون ایستاده است من این کوه احد، آنم اینجا درازش 7 کیلومتر. حسیات کردن این کوه ما دوست می‌دارد و ما نیز این کوه دوست می‌داریم. الحمدلله که بینید قلب همتون محبت احد کردی ان شاء الله پر میشه. حتی یک روز رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه صحابه ها پیپش بر اومدن، کوه لرزه در اومد. رسول الله یک زدن گفتن ای کوه آرام شو، بالای تو پیامبر صدیق و 2 شهید ای. پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه ابوبکر صدیق بودن و 2 شهید حضرت عثمان و حضرت عمر رضی الله عنه. کوه میگون بینید که این کوه ما دوست می‌دارد، ما هم باید که این کوه دوست داریم. و این قبرستانی که زیارت کردیم قبرستان شهیدای احد و وارد سکدگی گورانیدگی. فرق اینجا نه غزوه احد شدگی، غزوه جنگ بین مسلمان ها و کافرها جنگ شدگی. بعد از جنگ بدر مشرکان عرب بی نهایت علم زده جنگ باید 1000 لشکر کشیده سوی مدینه منوره میبیان. هماننده مسلمان ها این طرف میستن 3000 نفر تقریبا خطا نکنم، این طرف انده 10,000 نفر مشرکا میشنن. منم اینجا 300 نفر کتی اکریمه پسر ابو جهل میستد، اون طرف انده 300 نفر کتی خالد بن ولید اون وقت مسلمان نبود. 300 دولت 300 الا جنگ به خطر نمیشن. ما بین مسلمان ها کتی ایلان مسلمان ها کافر و جنگ سر میشد. مسلمان ها همچنان شدت کتی همچنان غیرت کتی جنگ میکنن که کافر رو میگریزد. پیش از جنگ کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم 60 نفر کمانچیه علم کوه رما میبرورن. میگو که شما هم جا برآمده ما حمایت کرده استید. میگو حتی جنگ کردن ما غالب شویم و دشمنو گریخته برود یک چند غنیمه موندم اکوه نفر دوید. میگو و بعد از این میگون اگر یک رفت تو جنگ کردن ما مغلوب شویم، قش ها آمده گوشت های ما چوقی کده زده خردم اکوه نفر دوید. میگو بای تیمم برمم نفر دوید. میگون جنگ سر میشه. همچنان مسلمان ها اخلاص کتی الله یاردم میکنه جمع میکنن کفر و اترسه یک چند مرتبه زاید میگریزن. برای گریختن این کوهنگ ها غنیمه های میبیند و میدود. سرکرداشو میگه برادرها میگود رسول الله ما امر کرده نفر دوید هر دو حالت اندام بای تیمم برمم. این جنگ تمام شد گفته گوش نکده فرد آمدن. برای فرد آمدن خالد بن ولید 300-600 نفر کدم شدن استفاده بردن همون کمانچه ها ترسش دادن. این با این پیش میگذرد و با پشت مسلمان ها اپش زیر کده میبیان، اینها از خفا میگردن. مسلمان ها میونند بی نهایت جنگ کلام میشد. هماننده 70 نفر صحابه شهید میشن. این جمله حمزه ابن ابو طالب ابو المطلب یعنی امک رسول الله صلی الله علیه و سلم بدن نیزه کت زده و وحشی میکشد، یعنی شهید شهادت به میرساند. یک چند صحابه ها مصعب ابن عمیر عبدالله ابن جحش به اینها یک چند صحابه هم چون شهید میشن. همه خیلی میشد که شیطان علیه الله آخرش آواز میبرد که رسول الله مرد. میگن مسلمان ها گویا که جان خودشان برآمد جنگ کردن نمیتونن. وقتی که فهمیدن که رسول الله وفات کرد به رسول الله حیاتشون تصور نمیکردن. بی نهایت تمام میشن همه هاشون که نخود که رسول الله مرد گفته. همانند صحابهایی که در نزد رسول الله بدن بی نهایت دشمن بسیار هجوم میکنه، حتی سرشون ده سرپوش و آهن نشون بد خلج زده روی مبارکشون میداره، روحشون پر خیم میشه. رسول الله دندانشون میشکنه، کلتک میخنن. این جنگنده رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه ها گرفته کرله کردن همون کوه میونه کتی گرفته میبرن. من کامیرا نشون دیدم کوه میونه کتی رسول الله صلی الله علیه و سلم بالای کوه گرفته میبرن. دشمن تو تای کوه میبیاد. هماننده ابو سفیان مسلمان نبود، ما غالب شده میگود
شما رسو گپای میزند به نهایت. اما ندا رسول الله صلی الله علیه و جواب نتید میگون. به نهایت از چیگر وقتی که میگذرد حضرت عمر خسته جواب میده. الله اکبر میگون، اللهم بزرگ است. ما جنگ میگون. میکنیم میگون. رسول الله صلی الله علیه و میگون که قلج ابو دجانه گفت که صحابه بود ای رسول الله این حق شمشیر شما سگود تا شکستنش جنگ میکنیم میگون. ابو دجانه میگرد همچنان سیاست کرده میگرد در ضد دشمن. رسول الله صلی الله علیه و میگون مسلمان آدم اسلام انده این خیل کی میگون اصلش، لیکن ضد دشمن انده روا میگود همه خیل کده جنگ کنیم. حتی تا شکستنش میگود ابو دجانه جنگ میکنه. بینید که یک چند شدتو کتی جنگ کده، یک چند مراتب زیاد کتی الله یاردم میکنه. امرنده جنگ بس میشد، جنگ بس میشد، دشمن ها حتی میبرن. بعضی علما ها میگن که مسلمان ها مغلوب شدگی، بعضی ها میگن که نه دشمن برفت نصف راه میرد میگود که استون میگو ما چه اومده میگود و هوی یارز که گریز آنده میگود همشه کشتن در کار میگود، همشه باید از پیغمبر سر کده همشه قتل کردن در کار میگود. میگردن گشته میبیان خبر میبیاد که کفر رو با از زوی شده گشته اومد شما کشتن با بتون نیست میکده شما قتل میکده است میگون. همه مسلمان ها میگون حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. الله ما میگود کفایت میکند، الله ما کفایت میکند. میگون همه کار ما همه حالت ما بهترین وکیل ما الله میگود ما تا مردن ما جنگ میکنیم میگون. یعنی جنگ به تیار میستن. این خبر دشمن علیه الله راسته میرد، یعنی همه خیلی میشد که قلبشون به الله یک چیزی فتاد بازگه گشته میبرن. یعنی دوخ کده یک غیرت کده اومده با مسلمان ها بازگه جنگ کده نمیتونه. برای همه علما ها میگن که بعضیشون اینها مغلوب شدگی نی، لیکن شهادت دادگو رقمش چند رفته 70 نفر رفت. تاریخ اینجا کلان ان شاء الله امید میکنیم که همش کفایت میکند. مقصد ما اومده کمتر تاریخ بخار شدم با بی‌پروا نشید. من شیخ نورالدین خالق نظرف مفتی ازبکستان درباره غزوه احد بی نهایت موضوع عجایب خوش رو گفته. بی نهایت شما رفته اینترنتون گوش کنید با اینجا من چشمتون کده دیدید. اگر همون شیخ گفته اگر گوش کنید یک سیرت رسول الله کتاب من الرحیق المختوم تاریخ محمدیه گرفته خونید خود همون دوران شدگی با میگذرید ان شاء الله. برای همین امید میکنم که همین سخنای من نادان که شما کفایت نمیکنید و این تاریخ های مسجد قبا، مسجد نبوی، غزوه احد، هر یک جای زیارت کسودیم با رفته شما کتاب ها از جمله های بهتری با امید میکنم که رفته میکنید پر میکنید. این بود کمتر زیارت های من شما. بعضی انسان بینید بالا کوه برآمد سادیان، بالا کوه برآمدن یگان فایدهش نی. اکثر آدم بالا کوه برآمده عمل های شرک میکنن. میبرن سنگا نومای دخترشون می نویسن، نومای دختر من نویسم میبیاد گفته نومش کراسکه که نویسیدم نمیبیاد. باور کنید تو الله خواهد و پلش مردن اتیاد نمیبیاد. برای همین برای اومدن دخترتون فرزندتون الله خواهدنش در کار. الله خواهد مایل نصیحت میکنیم نسبتش. الله خواهد انشالله حاصل میکنیم. یعنی شما اونجا و نویسید گناهکار میشید. بعضی انا اونجا ها ولی درباره بخشی گپ زدم با انشالله گام میزنم. سنگای همونجا گته میبرن جوشونده خرید شمال زگا داری به بچه ها بچه میکنه دروغ همش. اینجا سنگ نگیرید. اینجا یگان چیز قبله دیده الله به دعا کنید الله هر یک کار به خود رو جای محترم. همین موز کوه به نمی برایم تاریخش فهمیدم قبر سونگا کردم انشالله میگردم انشالله چون که ساعتی یا مردم الله تعالی زیارت های کردم و درگاهش قبول گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.